درود دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. یک پرسش از کتاب پایه 9 میخوام برای شما حل کنم. اینجا که تیک کناری زدم گفته excuse me جای خالی is the post office. post office یه مکانه. جوابم داده just around the corner میشه گوشه، پس ما میبینیم که جوابش مربوط به مکان ها هست. حالا در پاسخ ها ور به معنی کجاست، what به معنی چه چیزی، how به معنی چگونه، which place هم یعنی کدام مکان. در پرسش هایی که ما دنبال آدرس میگردیم، دنبال مکان میگردیم، مکان ها ممکنه دکتر آفیس باشه، پست آفیس باشه، هر چیزی که شما در جمله دیدید میتونید نشونه کنید و پاسخ میشه ور به معنی کجا. پس شما وقتی که پرسشتون در مورد مکانه از ور استفاده میکنید. اما وقتی پرسش شما در مورد انجام چه کاری است، در مورد وات استفاده میکنیم. وقتی که پرسش در مورد چگونگی انجام چه کارم است، در مورد هاو استفاده میکنیم که حالا به اونها هم میرسیم.